آقای دکتر، درسای استراتژی شما رو به طور فشرده مرور کردم، آمادم امتحان بدم و بعدش به لقب شوالیه استراتژیکی ملقب بشم. یعنی چی؟ یعنی همینجا پای میز زانو میزنم، شما با یه شمشیر چیزی اشاره میکنین، منم میشم استراتژیست. من از این سوسول بازی ها خوشم نمیاد. به جای شمشیر با کفگرگی میزنم که مادام العمر روشن بمونی. حالا اونجاشو با هم صحبت میکنیم، شما الان امتحان رو بگیرین. نشستی تو هواپیما با 500 تا آجر، یکیشون رو پرت میکنی بیرون، چند تا میمونه؟ 499 تا. یه فیلو با 3 حرکت بکن تو یخچال. مرحله اول در یخچال رو باز میکنیم، مرحله دوم فیلو میچپونیم تو یخچال، مرحله سوم در یخچال رو میبندیم. آفری. حالا یه گوز رو بکن تو یخچال با 4 حرکت. حرکت اول در یخچال رو باز میکنیم، حرکت دوم فیلو میکشیم بیرون، حرکت سوم گوز رو میچپونیم تو یخچال، حرکت چهارم در یخچال رو میبندیم. شیر تو جنگل مهمونی داده، همه حیوانام هستن بجز یکی. اون یکی کیه؟ گوزنه که تو یخچاله. باریکلا. یه پیرزن میخواد از اون برکه‌ای که پاتوق تمساهاست رد بشه، چه کار بکنه؟ همینطوره خیلی راحت رد میشه، چون تمساها رفتن مهمونی شیر. باشه، پیرزن حرفتو رو گوش کرد، رد شد، ولی کشته شد. چرا؟ یه سوسمار جا مونده بود. نه خیر. غرق شد. نه خیر. نمیدونم آقای دکتر. اون آجری که اول کار از هواپیما انداختی پایین خورد تو سرش، دوباره رفوزه شدی. برو برنامه‌تو شروع کن. بینندگان عزیز، سلام بر شما. از قدیم گفتن جنگ اول بهتر از صلح آخره. آیه دکتر، احتراما به عرض میرسونم که خواهشمندم اجازه بدین به پاس سالیانی که در شروع برنامه از شما تعریف و تمجید کردم، به پاس ضربات مستمر چندین و چند ساله که از طرف شما بر این کتف مظلوم وارد اومده و من زبون به شکوه باز نکردم، برای پاسخ به اون دست از بینندگانی که از من خواستن در پاسخ ضربات کوبنده شما فک مبارکتون رو پیاده کنم، به رسم ادب و احترام یک کله به اون صورت مبارکتون بزنم. خفه کرده، راحت هم دیگه روشن نمیشه اصلا. میخواستم لااقل با یک کفگرگی متین و موقر موافقت کنین، ولی اگه امکانش نیست بعد اقلا بذارین یقه رو بگیرم، فقط برای دوربین قول میدم بعدش مرتبش کنم مثل اولش. ببین یه لطف بزرگی به خودت بکن، زودتر برو سر سوالات. اینجا وای نستا که خطر مرگ داره برات. آیه دکتر، رئیس جمهور نظام گفت تو 41 سال گذشته تو نظام راهبرد نداشتیم، داریم همش تو سرکله هم میزنیم. خب ما هم توی نظام باید بزنیم تو سرکله هم، نه اینکه فقط شما بزنید. عوضش ولی فقیه نظام گفتش که تو این نظام همه دارن حرف مفت زیادی میزنن. تو حالی نیست دستت که به یقه من بخوره احترامم میریزه، دیگه نمیشه جمعش کرد. میشه عین مقام عظما که عکسشو همه جا آتیش میزنن. عین چی؟ آیه دکتر، این خیلی ناجور این چیزی که گفتیم. میرم سر سوالات. این فضاحت FATF از موقعی بالا گرفت که اون ظریف مشنگ لو داد که تو نظام همه پولشویی میکنن. کاش همون موقع یک پوزبند استراتژیکی بهش زده بودین شما. نه بابا، قضیه خیلی بیخدارتر از یه حرفاست که با مشنگ بازی یکی مثل ظریف بالا گرفته باشه. که جلوی اینو میگرفتی یه جا دیگه میزد بیرون. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه فامیلش خبردار بود، رفت سربازی، هر وقت فرمانده فرمان میداد خبردار، این میگو حاضر قربان، فرمانده میگو مشنگ با تو نبودم، منظورم اینه که صاف بایسا. یه روز که بالاتر واسه بازدید اومدن، فرمانده واسه این که آبروریزی بار نیاره اینو فرستاد مرخصی. موقع بازدید با خیال راحت اومد گفت خبردار، یهو همه سربازای دیگه گفتن رفته مرخصی قربان. روشن شد یا بفرستمت خبردار باشی. آیه دکتر، یه بسیجی سیلی خورده در حال ریزش نوشته خبرهای ناگوار لبنان در کنار خبرهای ناگوار عراق کلکسیون خبرهای ناگوار مقام عظما رو تکمیل کرد. چرا این بدبختی با همسر مقام آخه عظما همش یه بدبختیه، جدا نیستن از هم که. این بسیجیه شده حکایت همون مشنگه که برق سفاز گرفتش کوبیدش زمین، موقع ناله میگفت نامردا اگه راست بگید یه فاز بیان جلو.
عضما که امامش پریشون بشه خب همینطوری میشه، از عراق تا لبنان تا همه جای دیگه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن یارو باباش مرده بود داشت گریه میکرد، تلفنش زنگ خورد، جواب تلفن که داد گریهش بیشتر شد. گفتن چی شد؟ گفت پشت سر هم داریم بعد بیاریم، خواهرم بود اونم باباش مرده. دکتر مگه این حسن نصرالله رو اینجوری پروار نکرده بودیم برای همین روزا؟ تو همین روزا بی ارزگیشو نشون داد. آره دیگه، این مشنگ عین هندزفری میمونه، هارت و پورتش فقط تو گوش باست، وگرنه برای بقیه صدای مگس هم نیست. کلی دادیم خورده که تو این روزا کمک میکنه، الان باید نفر بفرستیم کمکش. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه تو اتاقش سیگار کشیده بود، میخواست بوش بره که بابای نفهمه، یک اسپری ضایعی زد که انقدر بوش مزخرف بود که مجبور شد دوتا سیگار بکشه که بوی اسپریه بره. الانم بعد اینکه ارتش و تظاهرات کننده ها زدن زرت آدمای حسن نصرالله رو غمسور کردن، مقام عظما جویای احوال حسن نصرالله است. چطوری؟ یعنی اینقدر براش مهمه؟ نه بابا، کجا براش مهمه؟ خودش که مهم نیست، دنبال اینه که الان کی تظاهرات رو سرکوب کنه. آها فهمیدم آقای دکتر. منم یه بار بچه بودم، فرستادنم خرید 2 کیلو گوجه و 1 کیلو پیاز دستم بود، یه موتوری بهم زد به فنام داد، دست و پام شکست. تو بیمارستان بابام اومد عیادت، بالای تختم آروم سرش آورد نزدیک گوشم و گفت اون گوجه و اینا که خریده بودی چی شد؟ آفرین، درسته که راننده استراتژیکی نشدی ولی شاگرد شوفر خوبی میشی. آیا دکتر این گام 4 نقض برجامو که بعد داریم به کجا میرسیم؟ هر چی میریم که بیشتر به بنبست نزدیک میشیم. آره، قرار بود هر گامش یه راه نفسی باز کنه، اما اینطوری شد. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن یارو امتحانش خراب کرده بود، به معلمه گفتش که دایی فوت کرده بود. معلمه گفت ناکس، تو که 3 سلسه داری همینو میگی؟ گفت 5 تا دایی دارم، اگه جون دوتای دیگه واسط مهمه نمره رو بده بیاد. ولی اروپایی که نمره بهمون ندادن، بهتر نیست یه کمی سر کیسه رو شل کنیم که اونم را بیان؟ دیگه چی مونده که مثلا شل کنی؟ مقام عظما الان حاضر هر چی که بخوام بده، یه خورد از پولا رو آزاد کنم. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن یکی 40 میلیون پول دستش بود، داشت میرفت اسب بخره، مشنگ دیدش، بهش گفت قربونت بیا پول بده به من، سوار خودم شو. دکتر صحبت پول و سواره شد، یاد حسین فریدی اون داعش رئیس جمهور افتاد. اوه یک دزدیه که لنگهش تو دنیا نیست. اینو که انداخته بودن زندون هنوز یه روز نشده مرخصی دادن بهش. آره، مسئله شخصی نبود، یه اختلاسی دستش بود که باید تموم میکرد. این کارا تو نظام نباید نصف کار ول بشه، بدآموزی میشه برای بقیه. اختلاس های دکتر تو خونشه. آره، یه بار کارنامه بچه‌هاشو نگاه میکرد، اولی رو دید یه تجدیدی آورده، یک چک خوابون تو گوشش، دومی 5 تا تجدیدی داشت، همه گفتن آره میکشتش. نگاه کرد به کارنامه و گفت اشکالی نداره، سال دیگه جبران کن پسرم. بعد بچه پرسیدن چطور تو رو نزد؟ گفت آخه کارنامه رو تا کردم، وسطش 5 تا 10,000 تومانی رشوه گذاشتم براش. یعنی اینقدر دل دوزه؟ پس التزام قلبیش به مقام عظما چی میشه؟ عمری دستبوس مقام عظما بوده، یاد نگرفته میلیاردی اختلاس کنه. تو از کجا میدونی؟ همون میلیاردیا رو تک‌خوری کرده که اینجوری خرشو گرفتن. ولی بالاخره ارزه نداشته مثل مقام عظما قایم بکنه های دکتر. مثلا مقام عظما خیلی قایم کرده که دیگه تو هم خبردار شدی، داری تو برنامه‌ت هم اعلام میکنی. آقای دکتر کاش من همون اول برنامه یقه رو گرفته بودم، دعوای اول رو کوتاه اومدم که همین کار به اینجا کشید، ولی شما خون آدم رو به جوش برو بابا، من جونت رو نجات دادم اول برنامه که نداشتم با من دعوا بکنی.